خب این رو میذارم ضبط. حالا یکم بیارمش بالا. ببینید این یه پلین دیگه، من میذارم 1:1 کامل تحت کنترل من باشه. میارم پایین. خب این رو ادیتیبل میکنم. من میخوام یه ورودی مشابه این ورودی اینجا ایجاد کنم. حالا یکم هم اندازش رو کمتر کنم. میام توی رایت کلیک میکنم، یعنی میرم توی مود پوینت مود، رایت کلیک میکنم، لوپ کات رو انتخاب میکنم. بچه‌ها لوپ کات رو میخوام نشونتون بدم چه حالتی داره روی این. ببینید من یه لوپ کات میخوام بزنم، چون خود نرم افزار نمیدونه این خطوط رو چطور وصل بکنه. ببینید اصلا لوپ کات های خیلی بدی ایجاد میشه. میایم اینجا، مثلا من میام یه خط اینجا ایجاد میکنم، یه خط اینجا، یه خط هم اینجا. قسمت بالا رو هم به این صورت مثلا تقسیم میکنم. کافیه من بیام این دوتا بخش رو دیلیت کنم. ببینید شکل ساده اینه دیگه. حالا چی کار میکنم؟ میام این پوینت رو میگیرم میارم بالا یکم. خب این تیز نقاطش مشکلی نیست. دوباره میرم توی لوپ کات، این وسط رو یک کلیک میزنم، این وسط رو هم ببخشید میگم کلیک، یه کلیک میکنم. میام این دوتا پوینت رو هم انتخاب میکنم، یکم میبرم بالاتر به این صورت. ببینید داره گیرتر میشه دیگه. هر چقدر شما تعداد این نقاط رو بیشتر بکنید، این به اون فرمی که میخواید میتونید راحت تر برسید. میام این وسط های اینا رو هم یه سری پوینت اضافه میکنم، میارم بالا. و حالا دوتایی مثلا میتونید انتخاب کنید یا از سیمتری استفاده بکنید. ببینید کاملا دست شماست، یعنی تقریبا میتونید. الان من این پوینت ها رو هم اگر بیام اینجا یه لوپ کاتی هم اینطوری ایجاد بکنم، اینجا من میتونم این دوتا پوینت رو هم بگیرم، مثلا یه فاصله‌ای بهشون بدم که دیگه کاملا گرد بشه برای من این حالت. حالا چی کار میکنم؟ میام توی اج مود و از این قسمت همه اینا رو سلکت میکنم، یه دونه اشتباه هم پاک میکنم، میرم توی رایت کلیک اکسترود میدم داخل. ببینید به این صورت، به همین سادگی شما مثلا یه ورودی میسازید. حالا میخواید حتی داخلش گرد باشه، این دیگه به مدل سازی شما ربط داره دیگه. مثلا من چیکار میکنم؟ میام توی پوینت مود و از ابزار پلیگان پن استفاده میکنم، این رو میزنم، میام روی اج های مختلف کنترل رو نگه میدارم، این پایینش رو درست میکنم، میام اینجا رو درست میکنم، این قسمت رو درست میکنم، اینا رو وصل میکنم به همین سادگی. مثلا من میام اینجا، ببینید بچه اگر من یه لوپ کات این وسط ایجاد کنم KL و بیام ME رو بزنم، این بخش رو به این وصل کنم، حتی ما دیگه 3 گوش هم نداریم، هرچند مهم نیست، یعنی الان همه 4 گوشه. ببینید به این صورت. الان لوپ کات های من رو نگاه بکنید چقدر تمیزه. یعنی من مثلا میخوام یه لوپ کاتی ایجاد بکنم که یه بخشش در حقیقت مثلا برآمدگی داشته باشه. میام اینجا یه لوپ کاتی هم مثلا اینجا ایجاد میکنم. حالا من میتونم این دوتا نقطه رو هم به هم وصل کنم به یه طریقی. یعنی من اگر بیام این نقطه رو به این وصل کنم، ببینید حالا اینا رو هم باید تنظیم کنم، این یه دست میشه این فلوی من. مثلا این کار رو نمیخوام بکنم، اشکالی نداره. میام توی یه همچین حالتی یه لوپ کاتی هم اینجا ایجاد میکنم، میرم توی فیس مود. ببینید این فیس ها رو سلکت میکنم. بهتون گفتم دیگه این پوینت رو میتونید بیارید وسط تر. حالا من بخوام این کار رو بکنم، اسکیل میکنم، میارمش پایین، دوباره اسکیل میکنم که نزدیک بشه، یه ذره میبرم بالا، مثلا سعی میکنم تنظیم کنم. حالا من همه رو سلکت دارم، یه اکسترود کافیه بدم. ببینید چقدر تمیز این برای من این قسمت مدل ساخته میشه. الان ساب دیویژن سورفیسش هم بد نیست. ببینید من الان این ساب دیویژن سورفیس فلو درستی داره. من اگر بیام و میخوام یه قسمت هایی رو مثلا تیز کنم، میرم توی لوپ کات، لوپ پس کات، ببینید یه کات میندازم اینجا، این قسمت پایین درست شد. یه کات میندازم این بالا، قسمت بالا درست شد.
میام اینجا میتونم این لبه ها رو تیزتر کنم. ببینید یه لبه اینجا، مثلا یه لبه اینجا. به این صورت خیلی درست من میتونم این کار رو انجام بدم. ببینید چه اتفاقی افتاد. فقط من فلو رو اگر درست داشته باشم، یعنی مسیر حرکت من درست باشه، به راحتی من میتونم یه شکل خیلی تمیزی رو ایجاد بکنم. ببینید تو ساب دیویژن الان این طرف رو من تقسیم نکردم و بچه ها که این حالت پیش اومد. من اگر یه تقسیمی بذارم اینجا، ببینید حالا مقایسه بکنید با این طرف. من همین رو میندازم توی یه ساب دیویژن سرفیس. این چیه؟ اصلا درست نرم نشده. ببینید به نسبت این. و به این صورت شما میتونید مثلا این فیس رو درست میکنید، همین رو میندازید توی یه کلونر. یه کلونر من اضافه میکنم، مثلا یه رده دیوار اینطوری درست کنید. یا نه مودش رو مثلا بذارید رو رادیال و پلینش رو عوض بکنید، مثلا این پلین. یه خورده رادیوس رو زیاد میکنم، مثلا همون حالت مسجده به دست میاد که از هر طرف یه ورودی داره. با این شیوه ها بچه ها میتونید خیلی بهتر کار کنید. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یه خورده باید با این پوینت ها سر و کله بزنید. همه رو نمیتونید نرم افزار برای شما انجام بده.